راحت باشه که پوک تو رو گرفتم. حس عجیبی دارم. من زمانی که پدرم فوت شد اینقدر گریه نکردم، زمانی که حضرت آقا شهید شدم. ما اومدیم با ایشون ودا کنیم، ولی انتقام خشونت ایشون رو ما قطعا خواهیم گرفت و همه این مردمی که اینجا هستن به انتقام خون رهبرشون اینجا اومدن و طبق گفته رهبرمون ما با آمریکا پدرکشتگی داریم. هیچ وقت رابطه ما و آمریکا خوب نخواهد شد. Oh,
خودمون همه ناراحت، همه غم زده هستیم از دست دادن رهبر و با تمام توانمون تلاش میکنیم برای انتقام خون رهبر. آمریکا ببین یه چیز بگم، یه ابرقدرته، یه چیزایی میخواد، اما من اعتقاد دارم یه چیزایی باید بدیم، چون خودمون 2 دقیقه جای آمریکا بذاریم. یه چیزایی میخواد، یه چیزایی باید بدیم، وگرنه مسئولین ما رو هوا میزنه. مسئولین ما باید فکر خودمون نباشیم، یه مقدارم فکر مسئولین باشیم. حس خیلی هم بد داشتیم که ایشونو از دست دادیم بالاخره، چون جای پدر ما بودن. انگار که بعد از ایشون ما عزیزترین کسمون رو از دست دادیم. خیلی نزدیکتر از هر کس دیگه به رهبر بودن. قطعا تصمیماتی که میگیرن مثل رهبر انشاءالله خواهد باشه. راه ایشون را ادامه بدیم و مسیر استقامت و مقاومت را در مقابل ملت، در مقابل کشورهای زورگو علاوه خصوص آمریکا، صهیونیسم قاصر مقاومت داشته باشیم. ملت ما رو به پیشرفت هستش انشالله که هر چه زودتر، همونجوری که آقای شهیدمون فرمودن، قله نزدیک انشالله که هر چه زودتر به اون آرمانهای انقلابمون، به اون چیزهایی که رهبر عزیزمون تعیین کردن هر چه زودتر دست پیدا کنیم.